3 علامتی که مغزت داره بهت میگه وقتش نسخه جدیدت رو فعال کنی. سیگنال اول، وقتی یه بیقراری عجیب میاد سراغت، نه از استرس نه از ناراحتی، این حس فقط یه چیز رو میگه. ظرفیت‌هات داره بزرگتر میشه و مغزت فهمیده که آماده‌ای وارد مرحله جدیدی از زندگی بشی. این ناآشفتگی دعوتنامه رشدته. سیگنال دوم، یه سنگینی ذهنی که شبیه افسردگی نیست، انگار یه جایی درونت خسته شده از تکرارهای قدیمی. مغزت مسیرهای سال خورده رو میبره کنار تا برات جاده‌های تازه بسازه. این یعنی سیستم عصبی داره ریست میشه برای نسخه بهترت. سیگنال سوم، برمیگردی سراغ سوالهایی که سالها پیش داشتی، نه از روی ضعف، از روی آمادگی. داری دوباره بررسی میکنی ببینی میتونم بهتر از این باشم. این نشون میده مغزت داره جهش شناختی رو شروع میکنه. و یادت باشه هیچ کدوم این سیگنال ها تصادفی نیستن. مغز فقط وقتی این پیام ها رو میده که مطمئن باشه آماده مرحله بعدی شدی. اگه این نشونه ها رو داری فقط یک پیام دارن، وقتش خودت رو آپدیت کنی.